سلام، حاله هستم. لایف کوچم از ICF و خیلی خوشحالم که اینجا در کنارتونم. راستش هدف از تشکیل این کانال و این برنامه فقط این هستش که ما یه سری ایده ها رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و در موردشون گفتگو بحث کنیم و واقعا به نظرم هیچ چیز درست و غلطی وجود نداره و هممون میتونیم صاحب نظر باشیم و یه سری ایده ها رو مطرح کنیم که باعث میشه که یه خورده کنجکاو بشیم و بخوایم بیشتر در موردش بدونیم، یاد بگیریم از هم دیگه و به یه درکی برسیم که شاید اگر که فقط خودمون به تنهایی بخوایم در مورد یک موضوع فکر کنیم و یا تحقیق کنیم و یا بخونیم به اون دیدگاه ها و اون ایده ها نرسیم. حالا یه چیز جالب بخوام براتون تعریف کنم این هستش که چند روز پیش اومدم به چت جی پی تی گفتم که به من یک جمله انگیزشی بگو و اون یه چیزی که به من گفتش خب و اون خیلی برای من جالب بود. حالا میخونمش که دقیقاً عین خودش رو بگم. این بود که اگه منتظر زمان مناسب باشی هیچ وقت شروع نمی کنی و خود زمان مناسب رو بساز. این جمله خیلی روی من تاثیر گذاشت، چون اینکه مدتی بود که داشتم فکر می‌کردم که رو زمینه لایف کوچینگ هم یه مقدار مارکتینگ انجام بدم، یه خورده این داستان رو گسترش بدم و حتی توی سوشال میدیا اکتیو بشم. خب این یه تجربه سختیه و خدایی شروع کردنش هم خیلی راحت نیست، ولی وقتی که این جمله رو به من گفت این خیلی منو به فکر برو برد. و حالا داستان چی هستش؟ اومد یه سری قدم‌هایی رو برای من مطرح کرد. مثلا گفتش که از کجا شروع کنی و چه چیزایی رو در نظر بگیری که حالا من بدم نمیاد اینو با شما هم شیر کنم و اگر که هر نظری داریم و ایده های دیگه‌ای داریم که میتونیم به این داستان اضافه کنیم به نظرم خیلی خوب میشه. کما اینکه خب خیلی ها هستن که خیلی راحت میتونن یه چیزی رو شروع کنن و هیچ ترسی از انجام یک کار جدید ندارن، ولی من به شخص همچین آدمی نیستم و یه خورده زیادی فکر میکنم و به خاطر اون ذهن کمالگرایی که دارم خیلی دلم میخواد همه چیز خیلی بی‌نقص و عالی باشه که مسلما اون اتفاق نمیفته و تنها نتیجه‌ای که میگیرم اینه که هی کارها عقب میفته. پس الان ریسکو کردم و من شروع کردم. حالا بریم که اون نکته هایی رو هم که این هوش مصنوعی و چت جی پی تی به من یادآوری کرد رو بهتون مطرح کنم و اگر شما هم چیزی دارین که میشه به این موضوع اضافه کرد من خیلی خوشحال میشم که برام بنویسین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب اولین چیزی که در موردش به من گفت این بود که با چیزی شروع کن که داری، نه اون چیزی که آرزوشو داری. دیدیم مثلا یه موقع که من میخوام یک چیزی باشه، مثلا انرژیم خیلی بالا باشه، حالم خوب باشه، نمیدونم پول قلمبه داشته باشم، نمیدونم ابزارم کامل باشه، حالا برای من میکروفونم عالی باشه، نور پردازیم خوب باشه، نمیدونم دوربینم فلان باشه، بهمان باشه، بعدن شروع میکنم. خب داستان اینجا هستش که خیلی موقع ها این اتفاقا نمیفته، واقعا نمیفته و این یه جورایی بازی ذهنمون هم میشه. میدونین چون ذهن همیشه دوست داره ما رو تو محدوده امنمون نگه داره. محدوده آشناست، محدودی هست که میشناستش، پس برای که ما رو تو چی میگن محافظت کنه، پس در نتیجه میگه نه تو همینجا بمون، حالا میخوای اینجوری شروع کن اونجوری شروع کن، حالا که زوده، حالا که نداری اینو، حالا که اون نیست، حالا این نیست. شروع ناقص بهتر از شروع نکردنه و این به نظرم خیلی نکته مهمی هستش، چون تو ذهنمون تو آرزوهامون ما یه چیزی تصور میکنیم ولی بعضی موقع واقعیت یه چیز دیگه است. پس بهتر شروع کنیم. شروع ناقص بهتر از منتظر ماندن برای کامل شدن است، چیزی که گفتش و این خیلی تحول آفرینه. یعنی من به خودم یادآوری کنم الان امروز میگم با امروز فلان کارو دارم، این کارو دارم، این کارو حالا انجام نمیدم، بگم نه انجامش بده. شروع ناقص بهتر از اصلا شروع نکردنه. بعد یک چیز دیگه که خیلی به نظرم مشترکه، خیلی زیاده، حالا غیر از اون کسایی که کلن
خیلی دائم تو زندگیشون دارن کارهای جدید و نو انجام میدن، پس اون ترس شروع کردن رو به اون صورت ندارن. ولی معمولاً هممون ترس از شروع کردن یک کار جدید، یک حرفه جدید، یک قدم جدید و کلاً یک چیزی که باهاش آشنا نیستیم رو داریم. خب پس این ترس وجود داره، ترس هم نمیشه از بینش برد. یعنی این نظر منه، به نظرم اون ترس همیشه هست. ولی کاری که من میتونم انجام بدم این هستش که با وجودی که اون ترس هستش میگم تو هستی، ولی من شروع میکنم، من انجامش میدم. میدونین این خیلی دیدگاه متفاوتی میتونه باشه، به خاطر اینکه اینجوری یه خورده به خودتو هم میفهمونی که فرمون زندگی دست خودته، نه دست اون ترس هستش. چون ترس کارش اینه، اون باید باشه، باید بیاد که ما رو محافظت کنه. خب این دیگه اونم به بقایمون برمیگرده. ولی من میگم که من شروع میکنم و این ترس همیشه خواهد ماند. حالا من میتونم انتخاب کنم که باهاش جلو برم یا اینکه به خاطرش جلوی خودم رو بگیرم و کاری انجام ندم. این به نظرم خیلی نکته بحث برانگیز و یه خورده تکون دهنده هستش. چرا اینکه شاید بعضی موقع فکر میکنیم آدمایی که تو زندگیشون موفق شدن و کارهای بزرگ انجام دادن، یا حتی حالا کار بزرگم منظورم نیست، همون کاری که ریسک کردن، بالاخره اون چیزی در هر کسی در اون سطح خودش یه سری کارها براش ممکنه سخت باشه، ممکنه تجربه ترساوری باشه، ولی انجامش میدن به خاطر اینه که نه اینکه نمیترسن، بلکه ترس رو میپذیرن ولی باز همون کار رو انجام میدن. و من فکر میکنم این به مرور ما رو خیلی قوی تر میکنه. همونطور که گفتم من خیلی دوست دارم که ما ایده ها رو با همدیگه اینجا تقسیم کنیم. یعنی اینجا نباشه که فقط یک نفر که حالا من دارم الان از این تریبون صحبت میکنم فقط یک نظر گفته بشه و ایده های مختلف داده بشه تا با همدیگه رشد بکنیم، با از هم یاد بگیریم. و این حالا در مورد ترس بود که اونم خیلی چیز شوخی برداری نیست، به نظرم خیلی بزرگه. نکته بعدی که اشاره میکنه در مورد این هستش که هر روز فقط یک گام کوچک بردار. اینم به نظرم خیلی جالبه. اینه که یک دفعه ما نمیخواد یک کوه بکنیم، یک دفعه نمیخواد یک عملی انجام بدیم که خیلی مثلا خارق العاده باشه. نه، یک قدم کوچک در راستای اون هدفی که دارم برای خودم تعریف میکنم که میتونه یه خورده ترسناکم باشه، یه خورده اون هدف خارج از محدوده امنمه. من نمیخوام یک دفعه بیام بپرم اون کار رو انجام بدم یا بپرم یه چیز انقلابی انجام بدم، چون اون دیگه ممکنه ترسه اونقدر زیاد باشه که واقعا نتونم از عهده مدیریت کردنش بر بیام. ولی اگر هر دفعه یه قدم کوچیک بردارم، خب و هر دفعه مثلا تمرکز کنم 5 دقیقه روی یه تیکه از اون هدفهای کوچولویی که در راستای اون هدف بزرگتره، این باعث میشه که من بتونم یواش یواش پیشرفت برم جلو و یواش یواش اون ترس دیگه کم رنگ تر بشه. میدونین حتی میشه آدم از کسی هم کمک بگیره، مثلا یه دوستی یا کسی یا مشاور یا راهنما یا لایف کوچ که میتونه کمک کنه که من قدم به قدم پیش برم و اون حمایت کنه منو در این راستا. و اما نکته بعدی اینم به نظرم خیلی نکته جالبی هستش و این یه جورایی ما رو مثلا تکون میده، حداقل من این حسو کردم، و این بود که اگر الان شروع نکنم 3 ماه بعد کجا خواهم بود. میدونیم یه سری کارهایی هستش که میدونیم باید انجام بدیم، میدونیم خیلی مهمه، میدونیم خیلی واجبه، ولی خب حالا عقب انداختیم. به خودم فکر کنم اگه من این کارو نکنم 3 ماه دیگه من کجا خواهم بود؟ یا اینکه برعکسش، اگر این کارو بکنم و این ریسک رو انجام بدم و برم جلو 3 ماه بعد کجا خواهم بود؟ اینا سوالایی هستش که یه جورایی داریم با آیندهمون مشورت میکنیم، چون بالاخره آینده که وجود نداره.
اون مدلی هستش که من امروز دارم زندگی میکنم. هر جور که الان دارم زندگی میکنم معمولا آیندم رو هم میسازه. درسته یه سری عواملی هم هستن که ممکنه یک دفعه به طور غیر قابل پیش بینی برنامه‌های منو تحت تاثیر قرار بده، اتفاقایی میفته، اون که 100% جای خودشو داره. ولی بالاخره بخوام به طور خیلی کلی به این داستان نگاه کنیم، اون آینده من رو در واقع اون کارها و اعمالی هستش که الان دارم انجام میدم. و پس اگه الان شروع نکنم 3 ماه دیگه کجا خواهم بود؟ و برعکسش اگه الان شروع کنم 3 ماه دیگه کجا خواهم بود؟ دوتاش خیلی کمک کننده است. خب و اما نکته 5 اینم خیلی به نظرم مهمه. به جای منتظر بودن خودت شروع کننده باش. چقدر تا حالا شده تو زندگی منتظر بودی یه نفر بیاد یه کاری براتون انجام بده، یه نفر بیاد این مشکل منو حل کنه، یه نفر بیاد نمیدونم این پولو به من بده من برم فلان کارو انجام بدم، یک نفر بیاد من رو نجات بده، یک نفر بیاد یا یک اتفاقی بیفته. نشستم و منتظرم تا اون نفر دیگه، اون اتفاق دیگه بیاد و باعث بشه که من شروع کنم. حالا سوال اینجاست، اگر اون نفر نیومد چی؟ یا نخواست اصلا انجام بده چی؟ یا اصلا اون اتفاق مطلوب نیفتاد چی؟ من همچنان منتظر بمونم؟ یا اینکه خودم سعی کنم برم جلو و یه کاری در موردش انجام بدم؟ اینم باز یه دونه به نظر من سوالایی هستش که خیلی تفکر برانگیزه. یعنی من فکر میکنم اگه مثلا هر روز که حالا هم نه بگیم مثلا من امروز این نکته رو برای خودم یادآوری کردم، بعد بیام حالا هر از 1 ماهی نمیدونم هفته 1 بار یا چه دوباره تمام اینها رو مرور کنم، این سوالا رو از خودم بپرسم و بعد ببینم که هی برام این قضیه باز هی روشن‌تر بشه و هی واضح‌تر بشه به اون جایی که میخوام برسم. خلاصه اینجوری میخوام بگم که وقتی که من این کارو کردم، وقتی که این صحبت رو در واقع با چت جی پی تی بود، گفتم بهتون که اینو پرسیدم و اون به من این کدو گفت، یعنی این جمله رو گفت، بعد گفتم خب چرا با از این ویدیو درست نکنم، شروع کنم دیگه. من که دارم میگم شروع کنیم، منتظر نمونیم، منتظر کامل بودن نباشید. فکر کن اگر که الان انجام ندی بعد کی میخوای انجام بدی؟ و کما این که من تو حوزه لایف کوچینگم خب خیلی میخوام به طور باز جدی‌تری وقت بذارم، پس بایستی از یه جایی شروع کنم و این ترس جلوی دوربین اومدن و خودتو در معرض حالا عموم به طور کلی قرار دادن ترس داره. ولی خب چی میخواد بشه؟ اینجوری بهش نگاه کنیم. خلاصه زندگی رو خیلی سخت نگیریم. زندگی خودش میتونه خیلی سخت باشه، ولی سخت‌تر هم میشه اگه ما خیلی سختم بگیریمش. یعنی یه اتفاق، یه موضوع، یه هر چیزی برای من یک معنی میده و برای یک نفر دیگه یک معنی دیگه. ولی چقدر خوبه که ما سعی کنیم اونها رو با یه فیلتر خوب به زندگی نگاه بکنیم. فیلتری نه اینکه فیلتری باشه که حالا بخوایم خودمون رو گول بزنیم یا مثلا واقعیت ها رو یه جور دیگه تعبیر کنیم، ولی مطمئناً همیشه میتونیم بهترین ورژن، بهترین نوع از هر تعبیری رو توی زندگیمون برای خودمون رقم بزنیم. چون زندگی یک سفره، یک زمانی شروع میشه، یک زمانی هم تموم میشه و یک فرصت درخشانه که در اختیار داریم که بتونیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم. خلاصه کلام، خیلی خوشحالم اگر که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید، باعث خوشحالی منه و امیدوارم که مفیدم بوده باشه و یه سری چراغ‌ها رو توی ذهنتون روشن کرده باشه. همونطورم که گفتم خیلی خوشحال میشم نظرهای شما رو بدونم، چون همونطور که قبلا هم اشاره کردم ما هممون بالاخره صاحب نظر هستیم و هر کدوم برای زندگی ایده هایی داریم که ممکنه خیلی جالب، ناب و زیبا باشه. زندگی حتما اون چیزایی که فقط تو کتابا و توسط متخصصین تعبیر میشه که خب البته اونها هم خیلی مهمه، ولی فقط اون نیست. آدما زندگی های متفاوتی رو
تجربه میکنن و بر اساس اون یک سری دانسته هایی دارن که بعضی موقع ها این دانسته ها یک جایی میمونه، یک جایی بروز پیدا نمیکنه و چقدر خوبه که ما اینجا بتونیم این ایده ها رو با هم دیگه شیر کنیم، با هم صحبت کنیم در موردش. و خیلی ممنون اگر که تا اینجا بودین. خیلی خوشحالم و امیدوارم به زودی باز ببینمتون و روز و روزگار بسیار خوب و عالی همراه با سلامتی و برکت داشته باشین.